ممکنه جمهوری اسلامی اگر هیچ تغییری در خودش نده، جامعه ایران به یک توافق بین الاذهانی به تدریج، اصلا به شبکه هم ربطی نداره، شما ممکنه شبکه رو هم ببندیم. اگه چاوشسکو که در اون لحظه تاریخی فرا رسید که در 3 ساعت حکومت ساقط شد دیگه، 3 ساعت، خب مگه اونجا شبکه مجازی بود؟ نه، جامعه در طول سالیان در گفتگوهای درگوشی، در مهمانی‌ها به این توافق رسیده بود که باید در یک لحظه طلایی حکومت رو ساقط کنه. اون لحظه در یک روز طلایی فرا رسید و ظرف 3 ساعت حکومت ساقط شد. این جنس انقلاب‌های مدنی شهری است. ممکنه اگر حکومت با همین دست و فرمون بره پیش، اون لحظه ممکنه فرا برسه. اصلا رهبر نمیخواد، فرقش اینه دیگه، ایدئولوژی نمیخواد، رهبرم نمیخواد، اما یک توافق بین الاذهانی آرام آرام شکل میگیره، یک توافق نانوشته که در فلان لحظه ما همه میایم تو خیابون، اون فلان لحظه که هیچ کس نمیدونه، ولی اون لحظه که فرا برسه همه میگن این لحظه بود. هیچ کس قبل نمیدونه که بگه چه لحظه ای، ولی همه توافق میکنن که در یه لحظه ای بیاید بیرون. اون لحظه که یه نمیدونیم کجا رخ میده، نمیدونیم، ولی تا رخ میده همه متوجه میشن این همون لحظه است که همشون منتظرش بودیم و همه میان. اون لحظه ممکنه فرا برسه.